در هفته‌ای که گذشت در هر برنامهشون بلا استثناء اومدن در مورد این مناظره و جمع کردن دروغ قزوینی صحبت کردن و از قضیه نامه‌ای که به مراجعشون فرستاده شده خیلی خیلی عصبانیه، خیلی وضعش خرابه قزوینی و ای سعی و تلاش میکنه که هر طوری شده از این قضیه فراموش بکنه. اما همونطوری که میدونید شبکه وصال حق ولکن این آقا نیست تا که نیاد و رسما در شبکش عذرخواهی نکنه از بینندگانش و از اهل سنت. ما رها نمی کنیم این آخوند مکار و دروغگو رو. در هفته‌ای که گذشت در روز یک شنبه ایشون اومد یک برنامه زنده و کمی توجه بکنید که چگونه با اوضاع آشفته و بی سر و سامان و معلوم میشه از قیافه و از صحبت کردناش که خیلی وضعش خرابه بیچاره و اگر بلایی سرش اومد خلاصه ما هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کنیم در شبکه وصال حق و مسئول این آقا همین 200 تا کارشناس و دکتر و مرجعی هستن که دروغ به خوردش میدن یا که بیچاره بدبخت از بیسوادی و حماقت خودش هست که خودشو در این ورطه انداخته. حالا قسمت‌های از صحبتاشو من انتخاب کردم که با هم میشنویم. لا و نعم النصیر. همونطور که اشاره کردید بعضی از شبکه‌های شیطانی و ماجراجو و سراپا فتنه پول‌هایی که دارن از صهیونیسم میگیرن، آمریکا میگیرن، عربستان سعودی مرکز شرارت میگیرن، اینها دنبال این هستن فتنه بین شیعه و سنی درست بکنن، فتنه بین امت اسلامی درست کنن. بله بینندگان عزیز گرامی، این شبکه‌های شیطانی پول از آمریکا و انگلیس و اسرائیل و عربستان میگیرن تا فتنه بین مسلمانان ایجاد بکنن. شما رو به خدا این کاری که این کرده، میگه که به قول خودش وهابیا سلفیا سران مذاهب اهل سنت رو تکفیر میکنن، زندیق میدونن. دلیلش هم اینه که در کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه این حرف رو زده و ما تقریبا 3-4 ماست که این کلیپ رو داریم پخش میکنیم و تحدی میکنیم که آقا این همه فوش و فوشکاری، این همه برنامه، این آی مناظره میکنیم، آی با فلان مناظره میکنیم، نه با این قیافش خوشمون نمیاد مناظره نمیکنیم، نه اون یکی فلان با اون مناظره میکنیم، این مدرک بیاره اون فلان بیاره. این همه سر و صدا به خاطر چیه؟ به خاطر که آقای قزوینی به خاطر تفرقه و فتنه انداختن در بین مسلمان ها اومده یک دروغی رو به شیخ الاسلام ابن تیمیه نسبت داده. حالا شما تصور بکنید این شعارهایی است که به اصطلاح حکومت آخوندی ایران حدود 40 سال است که دارن به خورد مردم میدن که آی آمریکا، آی اسرائیل. همه میدونیم که امروز در سوریه، در عراق دستشون با آمریکا، با اسرائیل، با روسیه، با نصیریا، با ملحدین، با کمونیستا در یک کاسه است. اونجا شعار میدن مرگ بر روسیه، یا شعار میدادن مرگ بر شوروی و مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. الان دارن در راستای خدمت به آمریکا و اسرائیل و روسیه در عراق و در سوریه دارن فعالیت میکنن. این آقا هم اومده یک دروغی رو به شیخ الاسلام ابن تیمیه نسبت داده، بعد میگه که این شبکه ها ما چون اومدیم دروغش رو داریم نشون میدیم، آقا این شبکه ها دارن فتنه میندازن. ادامه رو بشنوید. را بین مسلمان ها خلاصه روشن بکنند. اینها خوب مأموریت دارند و مردم ما هم کاملا آگاهند و میفهمند، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما خیلی آگاهند. بله ما واقعا مردم را آگاه کردیم با این کلیپ های دروغی که شما گفتید، با این خیانت ها و تلبیس هایی که دارید میکنید. مردم الحمدلله آگاه شدن. به قول معروف صدق و هو کذاب. این حرفش واقعا راسته. مردم دیگه شناختن چهره های نحس شما آخوندهای دروغگو رو. از اینکه این شبکه ها این همه تبلیغ کردن علیه شیعه، مطالبی پخش کردن از کتاب‌های شیعه، از علمای شیعه، ولی دیدن اهل سنت برای حرف اینها اصلا ارزش قائل نشد. حتی گفتن آقا هدف ما براندازه جمهوری اسلامی است، ایجاد ناامنی هست و
مردم بریزید تو خیابان ها، تو توالت ها برید، خلاصه شعار بنویسید دیگه. حالا دیگه همه جا قحطی بود که حالا چه مناسبتی داره که ناقیان گفتن آقا برید دستشویی ها، توالت ها شعار بنویسید و اینها. ولی خب مردم گوش نکردن. اینها بدجوری عصبانی‌اند. تعبیری داشت شهید بهشتی، گفت ما میدانیم عصبانی هستید ولی بیشتر عصبانی، از عصبانیت بمیرید. بله این قضایا کاملا واضح و روشن. اینا عصبانی هستن از اینکه اهل سنت برای اینها ارزش قائل نشدن. و خب واقعا اگر بناس، ما بارها هم گفتیم، اگر بخوان بحث علمی بکنن، اگر یک نفر یا دو نفر مطلبی تندی داره در برابرش 10 نفر مطلب معتدل داره. بله آقایون، شما اگر که اینقدر جرأت و مردانگی دارید، خطاب من به همه حکومت ایران است، یک شبکه در اختیار اهل سنت قرار بدید، یک شبکه ملی. شرط هم براشون بگذارید که یک مطلب در مورد شیعه تو این شبکه نگن، یک مطلب هم بر علیه نظام تو این شبکه نگن. فقط بیان اعتقادات، حالا شما میگید ما حنفی و شافعی رو قبول داریم، در ایران هم که حنفی و شافعی هستن اکثرا، بیاید همین حنفی و شافعی در ایران اهل سنت بیان اعتقادات اهل سنت حنفی و شافعی رو بیان بکنن، عقیدهشون رو بیان بکنن، مسائل فقهیشون رو بیان بکنن، تفسیر و ترجمه قرآنشون رو بیان بکنن. چرا این کار رو نمی کنید اگر شما واقعا انقدر دلسوزید برای اهل سنت؟ اگر واقعا راست میگید که شما با وهابیت مشکل دارید، فکر میکنید که این شبکه‌های اهل سنت که امروز هستن اینا شبکه‌های وهابی هستن، بیاید یک شبکه برای اهل سنت بدید، بذارید اعتقادات خودشون رو بیان بکنن. مراجع ازام تقلید، آیت الله ما سیستانی و دیگر مراجع ما، حتی خود آیت الله وحید خراسانی مطالب خیلی مهمی در رابطه با وحدت بین شیعه سنی دارد. حالا انشاءالله من به حول قوه الهی بنا نداشتم من جواب بدم، حالا انشاءالله خود مجریان ما در این زمینه مفصل پاسخ خواهند داد، چون من این میگه بنا نداشتن که جواب بدم ولکن جواب میدم. شما اصلا نمیتونی جواب بدی آقای قزوینی، دروغ داری میگی، داری بینندات فریب میدی. ما نامه‌ای که برای مراجع نوشتیم شما نمیتونی جواب بدی و مراجع شما هم نمیتونن جواب بدن. این یک واقعیتی است، واقعیت تلخ متاسفانه، و خیلی براتون متاسفیم که شما نمیتونید جواب بدید. آقایانی که تو این شبکه هستند دیگه خب ماهیتشون رو اون دانشمند جهان معاصر دیگه کاملا روشن کرده دیگه. میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب و خیلی واضح و روشنه. و اضافه بر اینکه اینها فحاشی هایی که دارن، اهانت هایی که دارن، خب اگر ما بخواهیم اون آیه 5 سوره جمعه را درباره اینها بخوانیم، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم یحملوها کمثل الحمار، یقین داریم که عذر میخوام از بینندگان عزیز، به الاغ توهین شده، چون الاغ 1000 شرافت داره پیش اینها. اینا میگه که ماها فوش دادیم به اینها. حالا شاید در برنامه آن روسه که در مقابل بعضی از اینا که صحبت هایی دارن کلمات تندی گفته شده باشه، اما تو بقیه برنامه ها که هیچ ذکر زشتی از اینا هم نشده و همیشه هم با همون القابی که دارن ذکر شدن، منتها سیاه نمایی است. حالا این خر رو نمیدونم سگ و ما رو تشبیه میکنه به این حیوانات و جوابی هم برای این دوستان آماده کردن که انشاءالله پخش خواهیم کرد. یا آیه 176 سوره انعام رو بخوانیم که در رابطه با بلعم با اورا هست که میفرد مثله فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و ان تترک یلهث. اگر اون رو هم ما بخوانیم قطعا به سگ توهینه، هیچ شکی نیست. پارسش رو خلاصه میکنه در هر بله. و من به نظرم بهترین آیه‌ای که درباره اینها باید خواند آیه 44 سوره فرقان هست که این هم الا کل انعام بل هم اضل. این بل هم اضل مصداق اتم این آقایان هست. اینها نمیدونم ما 80 روزه 70 روزه چند روزه به مراجع نامه نوشتن، مراجع شما رو آدم حساب نمیکنن که بخوان به نامه های شما جواب بدن. بخندید بینندگان به این بدبختی و بیچارگی مذهب شیعه اثناعشری قم، بخندید. مراجع اینها اصلا ما رو آدم حساب نمی کنن که جواب بدن. آقای قزوینی
تو و مراجع و همه این حوزه‌ای و دانشگاهی و نمیدونم مرجع و فلانتون جمع بشید، نمیتونید جواب بدید. چون که نمیتونید جواب بدید دارید اینطوری فحش و سب و لعن و حرفای گنده دارید میزنید. خب خیلی ساده است، به جای این حرفا بیاید 2 کلمه جواب بدید. الان تناقضات ببینید، میگه اول بنا نبود که من جواب بدم، حالا میخوام جواب بدم. بعدش هم میگه مراجع شما رو انسان حساب نمیکنن که به شما جواب بدن. یعنی در همین چند دقیقه ببینید که چقدر تناقض وجود داره. اگر راست میگن مفتی اعظمتون برداره نامه بنویسه. خب الان شما ببینید الان مفتی اعظم عربستان بیاد به این آقا نامه بنویسه تا این نامه رو جواب بده. به خدا قسم اگر مفتی اعظم عربستان نامه بنویسه شما جواب نمیدید، چون جواب ندارید. هر کسی بخواد برای شما نامه بنویسه در این مورد نمیتونید جواب بدید. بعدش خیلی نکات جالبی رو اشاره میکنه. من این قسمت ها رو خدمت شما ایسان نشون بدم. آیا واقعا حرف ایشون رو تأیید میکنید یا تکذیب میکنید؟ و گفت اگر همچه حرفی زده باشه من چنین چنان میکنم. خب کلیپش هم بارها ما پخش کردیم، ولی چنین چنانی از این آقا ما به اون شکل ندیدیم. بله بعد از اینکه اختلافشون بالا آمد و غیره، آمد ایشون از اینجا از این شبکه خداحافظی کرد. ولی من تکه هایی رو هم در رابطه با بخاری بوده که هیچ ارزش جواب دادن نداره، اونم من جواب میدم به حول و قوه الهی. قضیه ابن تیمیه که تمام اهل سنت را کافر و مرتد میداند، این رو هم جواب میدم. و این آقایانی که میگن مقایسه کنیم بین ائمه اهل بیت و محمد ابن عبدالوهاب، نمیدونم امامان وهابی، نمیدونم چه شیعه و اینها را من قشنگ جواب میدم. ابایی در جواب دادن ما نداریم، ولی نه برای اینها. این عرض کردم ارزش جواب دادن ندارن. همون آیه 44 سوره فرقان برای اینها بهترین و شایسته ترین چیزم هست. میگه قضیه که محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله رو تضعیف کرده و ثقه نمیدونه، این رو میگه جواب میدم، در حالی که من تا آخر برنامهش نگاه کردم جواب نداد و ما همچنین بی صبرانه منتظر هستیم که جواب بده و انشالله پخش میکنیم و جواب خواهیم داد و یقین دارم که نمیتونه جواب بده. 1.5 ساعت نمایندهش خودش رو کش نتونست پاسخ بده، این که اصلا. بعد در مورد منهاج السنه هم که همه مسلمان ها رو کافر میدونه، این رو هم بی صبرانه منتظر هستیم که آقا جواب بده، در حالی که در شروع برنامه گفت پاسخ میدم، هیچ پاسخی نداد. تا آخر برنامهش نگاه کردیم، بلکه رفته مسائل دیگری رو که اصلا ربطی به این موضوعاتی که ما مطرح کردیم و اصل موضوعاتی بوده که بر اساسش این همه سر و صدای ایجاد شده و طلب مناظره و فلان، الان هیچ به این موضوعات اشاره ای هم نمیکنه، بلکه میپردازه به بحث های جانبی. اولا مقایسه کردن ائمه علیهم السلام، جناب آقای اسماعیل بینندگان عزیز، با مثل محمد ابن عبدالوهاب، همونطور که شما گفتید مقایسه نور با ظلمته و مقایسه برای شما عرض کنم طهارت با خباثته، مقایسه نجاست با طهارته. اینها اصلا قابل مقایسه نیستن. ولی برای اینکه بخواد روشن بشه، یک مقایسه انجام بشه، من یک مقداری نظر بزرگان اهل سنت را نسبت به ائمه میارم، بعد نظر اهل سنت را نسبت به اون آقا میارم. بله. دوستان به یاد دارن که اصل بحث این بوده که شما 3 مورد از ابواب کتاب توحید رو بیارید که با عقیده امامان شیعه در تضاد باشه و شروطی که در نامه ذکر شده. این رفته نظر علمای اهل سنت در مورد اهل بیت و نظر علمای اهل سنت در مورد محمد ابن عبدالوهاب. طبعا اون علمای اهل سنت که ایشون ذکر میکنه همون 4 تا صوفی مزخرف خودش هست که در شرک و بدعت باهاش هم عقیده هستن. نظر اونا رو در مورد محمد ابن عبدالوهاب میاره. اگر واقعا این انسان عاقل باشه، مغز داشته باشه، یعنی شیر آدم خورده باشه، خب این میرفت نظر محمد ابن عبدالوهاب هم در مورد اهل بیت می آوردی. ببینید چطور میخواد فریب بده شیعیان رو. نظر
علمای اهل سنت در مورد اهل بیت که این اصلا ما بر این عقیده هستیم که خدا کنه محمد ابن عبدالوهاب باشه و ابن تیمیه باشه، هر کسی میخواد باشه، هر کسی که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست نداشته باشه ما اصلا مسلمانش نمیدونیم، جز ایمان ماست. و هر کسی که اینها رو دوست نداشته باشه، هر کسی که میخواد باشه، ما قبولش نداریم، میزنیمش به دیوار. نظر علماء اهل سنت در مورد اهل بیت و نظر علماء اهل سنت، 4 تا صوفی مزخرف خودشون رو میارن، نظر این هم در مورد محمد ابن عبدالوهاب. بابا جان ما نمیدونم به چه زبانی من به آقای قزوینی حالی بکنم که جناب آیت الله ما عرض کردیم خدمتون کتاب توحید این کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب 3 باب از ابواب کتاب توحید انتخاب بکن و اون حرفایی رو که محمد ابن عبدالوهاب گفته در این 3 باب بخون و نقیض این مسائل رو بدون معارض از کتب خودتون، از عقاید اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که بهشون شما اعتقاد دارید و امامانتون اونها رو فرض میکنید بیارید. خب چیز سختی ازتون نخواستیم. آقا این نجاسته که این کثافته که اینها سگن که اینا این حرفا یعنی شایسته شما که ادعای علم و ادب و اخلاق و این مسائل میکنید نیست. بعد خلاصه همه این مطالبی که در اینجا میگه غیر از توهین و اهانت، نمیدونم محمد ابن عبدالله فلان بوده و این نطفهش اینطوری بوده و این ولد زنا بوده و اون نجس بوده و اون پاک نبوده و این سگ این الاغ، همین حرفا رو میزنه تا میاد در این کلیپی که برای من دوستان دادن در دقیقه تقریبا 16 است. ببینید که چی میگه. من از جناب آقای سجودی تقاضا دارم اگر واقعا مردانگی داره روی قولش هست این بحث من رو منتشر کنه، که من گمان نمی کنم منتشر کنه جوابم بده، ما حرفی نداره، قشنگ بیاد منتشر کنه، دونه دونه جواب علمی هم بده. ما هم اینجا جوابهای علمیشون رو اگر قانع کننده بود میگیم قانع شدیم، اگر قانع کننده نبود ما مجدد. آقای قزوینی اگر شما اون پرسش هایی رو که ما داشتیم در مورد تکفیر سران مذاهب اهل سنت در کتاب های ابن تیمیه و دروغ هایی که گفتید اگر اونها رو پاسخ میدادید، یقین داریم که جناب استاد سجودی این مردانگی رو داشتن که پخش بکنن. اما شما یک آدم دروغگویی هستید که نه رو داری، نه آبرو داری، نه برای خودت عزت و شرفی قائل هستی. دادن جواب میدیم دیگه. این که بحث علمی که دعوا نداره، فحش و لاتائلات گفتن نداره، که اینها یک چیزهایی است که والله آدم نمیدانه. این افرادی که شبانه روز کارشون فحاشی هست و اهانت هست و این مباحث رو دارن برای شما عرض کنم مطرح میکنن، از این فحاشی ها چه دیدن آقایان؟ بابا تمام دنیا میدانه بر این که فحش کار کسی است که حرفی برای زدن نداره. اگر حرف داشته باشه به هیچ وجهی نمیاد فحش بده. و برای شما عرض کنم من فقط یک روایتی رو از ائمه علیهم السلام در رابطه با کسانی که فحاشی میکنن. البته این حرفا رو داره در مورد ما نمیگه، در مورد خودش میگه، چون دقایقی پیش من نشون دادم که نسبت به ما چه اصطلاحاتی رو استفاده میکرد و نسبت به محمد ابن عبدالوهاب ببینید که تو این بحثش حرفایی میزنه که اصلا یعنی شایسته یک انسان نیست چه برسه به آخوندی مثل اینکه این همه ادعا داره. حالا این روایتی که از اهل بیت میاره خیلی جالب است. حالا فرقی نمی کند که این فحاشی مال اون شبکه های برای شما عرض کنم شیعه باشه که شبانه روز دارن برای شما عرض کنم فحاشی میکنن، یا نه شبکه های برای شما عرض کنم وهابی باشه. ما برامون هیچ فرقی نمی کند، هر کدامشون باشن اینها از دیدگاه ما آدم های فاسدی هن. و من اگر این ببینید مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 323
میگه اذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، اگر دیدید بر این که یک کسی کارش فوش دادن، فوش خوردنه، حالا شما ببینید چقدر زنگ میزنن به این بابا فوش میدن از مخاطبین خودش. از مخاطبین ما آقای قزوینی فقط پیروان شما فوش میدن. تا حالا یک سنی افغانی، حتی شیعه افغانی، یک سنی تاجیکی، حتی شیعه تاجیکی و یک سنی ایرانی فوش نداده تو این شبکه. حتی شیعیان عزیزم که زنگ زدن به این شبکه فوش ندادن. با احترام و ادب، تنها همکاران شما هستن که فوش میدن. آقای ابوالقاسمی فوش میده، آقای یزدانی فوش میده، شریفی فوش میده، خورشیدی فوش میده. همینایی که جمع کردید دور و برت مثل خودت، اینا فوش میدن و اینایی که فوش میدن همکاران شما هستن. و حالا این روایت هم که میخونی در مورد خودتون بیشتر صدق میکنه. هم فوش میده هم مردم فوش میدن بهش. بله. یا همون آقایی که در لس آنجلس. البته دوستان همین قسمت رو گرفتن، کلیپ خیلی قشنگی آماده کردن، این رو من براتون پخش میکنم با هم ببینیم اینو. امام صادق میفرماد از پیغمبر اکرم اگر دید کسی فحاشی میکنه بدانید فانه لغیت او شرک شیطانه، یا زنازاده است یا نطفه شیطانه. مثل سگ میترسی تو که بر تو مثل عضو هم خر تو گل فرو بری دیگه نتونی بیای بیرون. خب عقل این آقا به اندازه گاوه. این آقا مثل مگسی که دنبال این هست که فقط بره جاهای آلوده بنشینی. از این مادرهای مشنگشون سوال کنن که چیکار کردن. این احمقها اینقدر پست باشن، اینقدر رذل باشن، به قول میگن شرم و بی‌حیایی حد داره. دیگه به قول آبرو حیثیتی برای تو، برای شما عرض کنم. امام صادق میفرماد از پیغمبر اکرم اگر دید کسی فحاشی میکنه بدانید فانه لغیت او شرک شیطانه، یا زنازاده است یا نطفه شیطانه. این خل و چل بلای مال خلیایی شده. آقا این دیوانه است، این عقل نداره، شعور نداره، سواد نداره. اینقدر لامذهب و بیدین باشن و از دایره انسانیت بیرون میدانیم که به اراذل و اوباش نمیدونم اراذل و اوباش از کدام به قول کوچه و پس کوچه پیدا میکنه. زنای فاحشه بهتر از اینا بلد فوش بده. در شبکه های شیطانی مثل رهبرشون شیطان الاسلام که واقعا ابلیس الابالسه بایدم این چنین باشه. بر پدر و جد اجداد دروغگو لعنت، لعنت بر این وجدان، ای اف بر این وجدان. لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن بر شما و بر پدر مادر شما که اینطور بی‌حیا شما رو تربیت کرده و بر اساتید شما. باید این جناب آقای سجودی تشخیص بده که این آقایان قبل از اینکه بیان روی برنامه چه مصرف کردن. امام صادق میفرماد از پیغمبر اکرم اگر دید کسی فحاشی میکنه بدانید فانه لغیت او شرک شیطانه، یا زنازاده است یا نطفه شیطانه. من عربده کشیدن. خب آقا شما جاهل هستید. در حقیقت دوستانی که این انتخاب کرده بودن دستشون درد نکنه، یعنی واقعا نمایش دادن سواد و به قول فضل این کارشناس شد. بله، اینم روایتی که ایشون خوند و اینم مصداق این روایت که خودش. بر صورت سر تا پایان برنامه رو شاید دوستان عزیزم دیده باشن، بینندگانی که متابعت میکنن اون شبکه رو. یک مطلب در مورد تضعیف محمد ابن اسماعیل بخاری ذهبی نیورد، یک مطلب در مورد اینکه ابن تیمیه سران مذاهب اهل سنت رو تکفیر کرده باشن نیورد. فقط همین از سر تا آخر عصبانی، فحش، توهین، ناسزا، تهمت، تلبیس، خیانت. یک نمونه از تلبیسش هم گرچه وقت شما عزیزان رو زیاد گرفتیم من خدمتتون نشون میدم. البته
این مطلبی رو که ایشون اینجا نشون میده از کتاب کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب است. اول شبهه این رو میشنویم و بعدا من انشالله از خود کتاب نشون خواهم داد که چقدر این انسان خبیث و دروغگو هست. نه، در کتاب کشف شبهاتش که از ننگین ترین کتاب محمد ابن عبدالوهابه، برای شما عرض کنم در صفحه 16 میگه و ان قصدهم الملائکه او الانبیاء او الاولیاء، اونهایی که ملائکه را قصد میکنن، انبیا اولیا را. حالا انبیا اولیا میگیم بعضیا مردن، بعضی ملائکه. میگه اگر شفاعت اونها را بخوان، با اونها بخوان به خدا، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، یعنی هر گونه توسل به ملائکه باعث میشه که قتل طرف واجبه. در اینجا اصلا ذکر توسل نیست. دوستان دقت بکنن این خبیث چگونه ترجمه میکنه. بعضیا مردن، بعضی ملائکه. میگه اگر شفاعت اونها را بخوان، با اونها بخوان به خدا، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، یعنی هر گونه توسل به ملائکه باعث میشه که قتل طرف واجبه، اموالش هم تصرفش واجبه. دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر کلا اینجا اشتباه ترجمه میکنه. حالا میریم به کتاب کشف شبهات. من خدمت شما عزیزان نشون بدم. این کتاب کشف شبهات است. احمد جان نشون بده. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب، همین دقیقا همون نسخه‌ای که ایشون نشون داد. در صفحه میریم به صفحه که 16 که ایشون از اونجا مطلبی رو میخواست نشون بده. قبل از صفحه 16 لازم است که ما بیایم اینجا ببینیم که اصل قضیه چی است. در اینجا در صفحه 14 کلن میاد در مورد اعلم رحمك الله ان التوحید هو افراد الله سبحانه بالعباده و هو دین الرسل الذي ارسلهم الله به الى عباده فاولهم نوح ارسله الله الى قومه. خلاصه میگه که بدان پروردگار به تو رحم بکند که توحید یعنی یک تا دانستن الله سبحانه و تعالی دینی است که رسولان الهی برای این فرستاده شدن به سوی بندگان که اولش نوح علیه السلام است تا میاد قضیه عیسی ابن مریم رو بیان میکنه، ابراهیم رو بیان میکنه و اینجا میگه وقتی که دین رو به وسیله ابراهیم علیه السلام تجدید کرد و اونا رو خبر داد که تقرب و اعتقاد فقط باید به الله سبحانه و تعالی باشه که برای فرشتگان مقرب و برای انبیایی که الله سبحانه و تعالی اونها رو فرستاده، پیامبران اولوالعزم، برای هیچ کدام جایز نیست. و در حالی که مشرکین، اینجا خیلی مهم است، مشرکین زمان ابراهیم، مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اقرار می‌کردند که یشهدون ان الله هو الخالق الرازق وحده لا شریک له. اونا اقرار داشتن، مشرکین ابو جهل و ابو لهب اقرار داشتن که خداوند خالق و رازق است و شریکی ندارد، روزی نمیداد مگر او، زنده نمی کند مگر او، ولا یمیت الا هو، نمی میراند، ولا یدبر الامر الا هو، تدبیر امور به دست کسی جز الله نیست، و ان جمیع السماوات السبع و من فیهن والارضین و من فیهن كلهم بیده و تحت تصرفی و قهری. مشرکین اعتقاد داشتن که همه آسمان ها و زمین های هفتگانه و اینا در اختیار الله سبحانه و تعالی است. و برای این حرفش دلیل میاره که در اینجا در سوره یونس الله سبحانه و تعالی وقتی که از مشرکین میپرسه قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. یعنی روزی دهنده شما از آسمان و زمین کیست؟ صاحب شنوایی و بینایی شما کیست؟ زنده را از مرده و مرده را از زنده کی بیرون می آورد؟ تدبیر امور به دست کیست؟ مشرکین میگفتن که الله. بعد جواب پیامبر افلا تتقون، چرا پس پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ و در این آیات که میگه قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، بگو که زمین و آنچه که در آن است از آن کیست اگر میدانید؟ سیقولون لله، میگوین لله. این کی میگفت اینا رو؟ ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و فاطمه و عایشه که نمیگفتن. اینا مشرکین، این از زبان مشرکین داره، اینا مشرکین اقرار میکردن. قل افلا تذکرون
فقل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو که پروردگار آسمان های هفتگانه و عرش عظیم الهی کیست؟ سیقولون لله، میگفتن که الله سبحانه و تعالی. قل افلا تتقون. قل من بیده ملکوت کل شیء، بگو که مالکیت همه چیز به دست کیست؟ و هو یجیر ولا یجار علیه، کسی که پناه میده و کسی غیر از اون نمیتونه پناه بده. این کنتم تعلمون، اگر که میدانید. سیقولون لله، میگفتن که از آن الله است. قل فانا تسحرون، چرا به اصطلاح سحر میشوید شما. تا اینجا بیان میکنه در این مسائل رو در مورد توحید، که توحید چی است، توحید در عبادت، مشرکین چه اعتقادی داشتن در مورد ملائکه و در مورد شفاعت، انسان‌های صالح رو شفیع برای خودشون قرار داده بودن یا عیسی علیه السلام رو. میگه که رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتلهم على هذا الشرك و دعاهم الى اخلاص العباده لله وحده کما قال تعالی. پیامبر صلی الله علیه وسلم با این مشرکینی که همه این اعتقادات توحیدی رو داشتن، با اینها چرا جنگید؟ چون که اینا شرک می آوردن. دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم چی بود؟ و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، سوره جن آیه 18، که مساجد از آن الله است، پس با الله کسی دیگری رو نخوانید. بعد روایت هم آورده در مورد لات و عزا که اینها لات و عزا دو انسان صالحی بودن که برای حجاج به اصطلاح غذا و آب آماده می‌کردن و مردمی که از اونجا می‌گذشتن به اونا میدادن. بعضی که اینا مردن، مردم اینا رو چهرهشون رو ساختن و بت و خلاصه بعد اینا رو کم کم شروع کردن به پرستید. و بعد از اون دلیل دیگر از سوره رعد میاره له دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء، میگه که دعا و دعوت حق فقط برای الله سبحانه و تعالی است و کسانی که من دون الله میخوانند کسانی دیگر رو جواب آنها را نمیدن، هیچ جوابی نمیدن با آنها. سوره رعد آیه 14. بعد از اون چی میگه؟ و عرفت، در اینجا در صفحه 16، همین جایی که آقای قزوینی اومد چطوری برای شما ترجمه کرد. و عرفت ان اقرارهم به توحید الربوبیه، میگه که دانستی بعد از این دلایل که اقرار مشرکین به توحید ربوبیت لم یدخلهم فی الاسلام، آنها را به اسلام داخل نکرد. و ان قصدهم الملائکه او الانبیاء او الاولیاء یریدون شفاعتهم و تقرب الی الله بذلك هو الذی احل دماءهم و اموالهم. میگه وقتی که اینها قصد کردن ملائکه رو و انبیا رو و اولیا رو و شفاعت اونها رو میخواستن و تقرب به الله رو به وسیله اونها میخواستن، به واسطه اونها میخواستن، این چیزی بود که خون اونها رو حلال کرد و اموالشون رو حلال کرد. ببینید محمد ابن عبدالوهاب در اینجا چی میگه و این آخوند دروغگوی خبیث. و بعد از اونم میگه که بعد از اون دانستی که توحیدی که دعت الیه رسول، توحیدی که پیامبران به اون دعوت میکردن، و ابا ان اقرار به المشرکون، که مشرکین اقرار نکردن، تایید نکردن این توحید رو. و هذا التوحید هو معنی قولک لا اله الا الله، این معنی همون لا اله الا الله است. وقتی که ما میگیم که لا اله الا الله، فرق ما با مشرکین این است که اونها بجز الله سبحانه و تعالی معبودان دیگری رو واسطه قرار داده بودن و ما میگیم نه، جز الله سبحانه و تعالی هیچ معبودی لایق عبادت نیست. و کسی که به طرف هر معبود دیگری بره، چه اون ملک باشه، پیامبر باشه، ولی باشه، درخت باشه، قبر باشه او جن باشه، هر چی که باشه، این همون اعتقادی است که مشرکین زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. شما تصور بکنید این حرف محمد ابن عبدالوهاب در چه سیاقی و در چه بابی گفته شده و قزوینی خبیث میاد چگونه ترجمه میکنه و چگونه سیانمایی میکنه و میگه بله ما ثابت کردیم که محمد ابن عبدالوهاب همه مسلمانان رو کافر میدونه.